تورینگ از همه میفهمن که آلن تورینگ یکی از افرادی بود که پایه علم محاسبات به نام ماند و به اولین باری سوال مطرح کرد که آیا ماشینا میتونن مثل انسان‌ها فکر کنن. چیزی که کمتر کس میفهمه است که تورینگ گفت که سوال واقعی نیست که کامپیوترها میتونن به اندازه افراد حاضر در اتاق باهوش باشن یا خیر، بلکه سوالی بود که کامپیوترها میتونن به اندازه یک کودک 2 ساله باهوش باشن. و معتقد بود که راه حل طراحی یک کامپیوتر کودک است و هدف باید هوشمند کردن کامپیوترها به اندازه کودک‌ها باشه، نه الزاماً به اندازه بزرگسالا. ما یکی از کاری که تلاش میکنیم است که بفهمیم چگونه کودکان به اندازه باهوش هستند و چه توانایی‌هایی دارند و چگونه میتونیم از این نوع یادگیری و هوشمندی برای طراحی کامپیوترها استفاده کنیم. کوچکترین نوزادان فکرتان باشه بسیار باهوشتر از هوشمندترین کامپیوترها هستند. پیشرفت‌های بزرگی که اخیراً در هوش مصنوعی داشتیم به یادگیری وابسته بودند. کامپیوترها یاد گرفتن چگونه از طریق نمونه‌های بزرگ داده یادگیری آماری بسیار پیچیده را انجام بدن. نتیجه یادگیری تواناییشان در تشخیص تصاویر مثلا تصویر پشک است که هر کودک 1 ساله میتونه این را به راحتی انجام بده. کودکان میتونن به شیوه قوی‌تر از صرفاً استخراج آمار از داده ها بگیرن، یعنی فرضیه بسازن و را در برابر داده آزمایش کنن. ما روش‌هایی را برای انجام این کار توسط کامپیوتر شروع کردیم و نشان دادیم که تا کودکان 3 یا 4 ساله میتونن فرضیه‌های انتزاعی بسازن و او را به خوبی آزمایش بکنن. گفتن اوانه که نوزادا در 3 زمینه از کامپیوترها بسیار پیشتر و جلوتر هستند. یکی از زمینه خلاقیت است. هر کسی که یک کودک 3 ساله را دیده باشه میفهمه که کودکان 3 ساله همیشه ایده‌های بسیار عجیب غریب در ذهن دارن، دوستان خیال عجیب دارن، بازی‌های تخیلی عجیب دارن و این چیزا فقط عجیب نیستن. یک مسئله است که شما یک فرضیه را میکنین و او را آزمایش کنین، اما مسئله دیگه است که یک فرضیه کاملا نو بسازین که هیچ کس قبلا به او فکر نکرده. چیزی که در آزمایشگاه ما نشان داده شده است که نه تنها کودک‌ها در انجام کار بسیار خوب هستند، بلکه حتی از بهتر از بزرگسالای کار انجام میدن. انجام دادیم که در او کودکای 4 ساله و دانشجویان دانشگاه برکلی را در یک اتاق جمع کردیم و برایشان یک ماشین دادیم که به شیوه عجیب و غریب و غیر معمول کار میکرد. فقط اطلاعاتی را در مورد به او ماشین برایشان دادیم که بفهمن او را درک کنن. کودکای 4 ساله به طور مداوم بهتر از دانشجویان دانشگاه برکلی عمل کردند. شاید این موضوع بر تبلیغ برکلی خوب نباشه، اما این نتیجه بر دانشگاه MIT و هاروارد نیز صادق است که کودک‌ها بهتر از ماشین عمل میکنند. در یادگیری کودک‌ها در یافتن یک راه حل جدید انجام کارهای غیر عادی و خلاقانه تا بهتر از بزرگسالان عادی چه برسه به کامپیوتر هستند. این تفاوت حتی در ساختار مغز کودکان نیز قابل دید است. بین سنین 0 تا 5 سالگی مغز انسان تعداد بسیار زیادی از ارتباطات جدید ایجاد میکنه که در باقی عمر چنین رشدی را ما و شما نمیبینیم. به عنوان بزرگسال فقط ارتباطات مفید ما و شما نگاه میکنیم، از او استفاده میکنیم. بنابراین این دوره ابتدایی کودکی زمانی است که شاید انفجار از خلاقیت هستیم که در کامپیوترها چی که حتی نزدیک با وام دیده نمیشن. تر از کاری که کودک‌ها بسیار بهتر از کامپیوتر انجام میتن کاوش و جستجوست. یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم در علم انجام بدیم آزمایش کردن است و نوزادا این کار را به شکل بسیار باور نکردنی انجام میتن. ما این کارها را همه جا کلکشک کردن و پالیدن مینامیم. تحقیقات ما نشان داده که وقتی کودک‌ها مشغول بازی هستند یا چیزی مانند یک اسباب بازی را بررسی میکنند، در واقع حرکات بسیار سیستماتیک انجام میدن، نه فقط بر تفسیر داده ها بلکه بر جمع‌آوری دقیق داده های مناسب به خاطر حل یک مسئله و پیدا کردن یک راه حل جدید. سومین چیزی که کودک‌ها بسیار بهتر از کامپیوتر انجام میدن یادگیری از دیگر است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ما به عنوان یک انسان است. حتی نوزادان تازه متولد شده نیز چهره دیگران را تقلید میکنند. نوزادا گویی از ابتدا طوری طراحی شدند تا از دیگر بیاموزند و یاد بگیرند و تقلید بکنند. وقتی که نوزادا به نوآموزگی میرسند نه تنها یاد میگیرند که زبان خود بیرون بکشند، بلکه میتونند کارهای مثل یادگیری روشن کردن یک ماشین تنها با مشاهده عملکرد کسی دیگه که انجام میده یاد بگیرند. و فقط با مشاهده یاد نمیگیرند بلکه میتونن ارزیابی کنند که یک معلم چقدر خوب است. و از کسی که به نظر میرسه متخصص و کاربلد است بهتر و خوبتر یاد میگیرن، در مقایسه با کسی که فقط ادعا میکنه که چیزی میفهمه اما در واقع آگاهی نداره. میتونن ارزیابی کنن که یک نفر چقدر ناآگاه یا آگاه، قابل اعتماد است یا نیست. این نوع یادگیری اجتماعی که در آزمایش‌های دیگه نیز نشان دادیم چیزی است که کامپیوترها حتی با اون نزدیک هم شده نمیتونن، یعنی بسیار دور هستن از یک حالت. شاید یک روز در آینده کامپیوترها به سطح هوشیاری برسن، اما در حال حاضر حتی به اندازه یک کودک 2 ساله هم هوشیار و باهوش نیستند.